اهل کدوم شهر و محله هستی؟ ایران، تهران پارس. بچه بودین میخواستین چی کاره بشین؟ ناخدای کشتی و کارگردان. اگه یه کارگردانی همین فردا بهتون برای نقش اصلی فیلمش زنگ بزنه، بین اینا کدوم انتخاب میکنین؟ ابراهیم حاتمیکیا، سامان سالور و محمد حسین مهدویان. جسارتنش چون فردا عازم عراق هستم. اگه خدا بهتون یه قدرت ماورایی بده، دوست داشتین اون چی باشه؟ حافظم پاک شه. باهاش چی کار میکردی؟ خاطراتو پاک میکردم. چای، دمنوش، قهوه؟ اگه قهوه باشه قهوه. 3 نقش پیشنهاد میکنیم، کدومو قبول میکنیم؟ جوان فقیر عاشق، طلبه‌ای که با باند اختلاسگران مبارزه میکنه، پلیس آگاهی؟ تهیه کننده کیه؟ بهترین فیلمی که از نظر خودتون بازی کردین کدوم بود؟ آهوی پیشونی سفید.